نسبت زن 31 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 286 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نام برده به آن گمانبر می شود که در دوام از ماه دکبر سال 2017 تا ماه ایول سال 2022 برای فریب به باوری زن 30 ساله ساکن شهر بوستون در آمده با بهانه رواج دادن صاحبکاریش $206,500 امریکایی و 546,000 سومونی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه کوشانیان با عریضه مرد 39 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 9 اکتبر سال 2022 شخص نامعلوم با راه پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جزدان 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 30 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.